سلام و عرض ادب دارم به مردم شریف ایران. امیدوارم هر جا که هستید خوب و خوش و سلامت باشید. در این ویدیو کوتاه خواستم که فقط اشاره مختصری به اصول مانیفست رنسانس ایران آزاد داشته باشم. در ویدیوهای بعدی وارد جزئیات هر یک از این اصول با هم میشیم. برای دسترسی به ورژن آپدیت شده این مانیفست به وبسایت taheripeace.org و همچنین matahari.com میتونید رجوع کنید. رنسانس ایران آزاد، پیشنویس اعلامیه مانیفست. همکنون با ورود به دوره رنسانس ایران آزاد لازم از همه افکار کهنه و پوسیده گذشته کنار گذاشته شده و برای داشتن ایرانی آزاد از نو چاره اندیشی نمود. در اینجا به مقدمه از پیشنویس اعلامیه مانیفست رنسانس ایران آزاد اشاره می شود تا پس از تعیین شورای منتخبین و معتمدین ملت و برگزاری رفراندوم سراسری کشور مورد بررسی و تعمق بیشتری قرار بگیرد. اصل 1. نفی هر گونه بردهداری سیاسی و حکومتداری و سلطه بر دیگران. اصل 2. جدایی هر گونه ایدئولوژی از سیاست و اداره مملکت. اصل 3. استقلال تصمیم گیری هر نسل. اصل 4. اصالت حقوق بشر. اصل 5. حق نظارت مالی کامل ملت بر مستخدمین و مدیران اجرایی کشور. اصل 6. عدم صرف دارایی ملت برای امور تجملاتی و تشریفاتی هیئت اداره کنندگان امور مملکت. اصل 7. اداره امور کشور به صورت شرکت سهامی عام. اصل 8. عدم نیاز به دادن وعده و نوید برای گرفتن پست‌های اداره کشور توسط افراد و گروه‌ها. اصل 9. هیچ فردی بیش از یک پست در هیئت‌های مدیره اداره امور مملکت نمی‌تواند داشته باشد. اصل 10. ملی بودن ذخایر زیرزمینی نفت و گاز و صنایع وابسته به آن مانند پتروشیمی، ذخایر کانی و معادنی مانند طلا، مس، اورانیوم و غیره و همچنین منابع طبیعی مانند جنگل‌ها، رودخانه‌ها و غیره. اصل 11. ممنوع بودن مداخله تیمی در اداره امور مملکت برای جلوگیری از ایجاد کانون قدرت و رانت. اصل 12. عدم تمرکز فعالیت‌های سیاسی در پایتخت و اداره استانی و استقلال هر استان در اداره امور مربوط به خود.